با چراغی علم و دانش میهنم روشن کنم، از معارف نسل نو را رونقی میهن کنم، از معارف نسل نو را رونقی میهن کنم. آغاز توزیع 600 سیت میز و چوکی متعلمی برای مراکز تعلیمی ولایت هلمند به هدف مهیا نمودن تسهیلات بیشتر تعلیمی برای شاگردان. اینک طبق پلان مطروحه وزارت معارف طی محفل توزیع 600 سیت میز و چوکی متعلمی برای نهادهای آموزشی ولایت هلمند آغاز شد. در این مراسم که علاوه از استاد حبیب الله خالد رئیس خدمات وزارت معارف، شماری از مسئولین و نمایندگان ریاست معارف آن ولایت نیز حاضر بودند، رئیس خدمات پیرامون عرضه خدمات تعلیمی متوازن از طرف وزارت معارف به سراسر کشور سخن گفته یادآور شد که علیرغم توزیع 600 پایه میز و چوکی به ولایت هلمند، غرض رفع نیازمندی‌های استادان مرکز ساینس وزارت معارف با تعداد 50 پایه چوکی و 10 پایه میز لابراتوری دیگر نیز به آن ریاست اختصاص داده شده است. نماینده ریاست معارف ولایت هلمند نیز به نوبه از اهتمام رهبری وزارت معارف در جهت معیاری سازی سیستم تعلیم و تربیت و رفع ضروریات آموزشی معلمان و شاگردان اظهار سپاسگزاری نمود. سلیق و دانوری و دانو تعلیم کو پخبلو اولادونو